صاحب از زمان ما رو تحویل بگیر. چرا؟ به چه دلیل؟ تو چرا نمیگی؟ این ابلیس در گوش من میگه که امام زمان چرا آخه باید تو رو تحویل بگیری؟ داره بدبخت میشه من اومدم در خونه تو. هی تو ذهن من میندازه آقا چرا باید تو رو تحویل بگیری؟ ابلیس رو بزن تو دهنش، بگو آقا دوست داره یک کسانی رو بی دلیل تحویل بگیره. آقا دوست داره یک کسانی رو بدون لیاقت دستشون رو بگیره. اول لیاقت بهشون بده، بعد کم کم جذبشون کن. تو برو کنار، تو برو کنار. ابلیس ملعون، تو از بس در گوش من زمزمه کردی، دلیل نذاشتی من بیام. هی رفتم دنبال دلیل بگردم، بعدم بیام. عمرم تموم شد رفت. برم اول دور بزنم، آدم بشم، چی بشم، بعد بیام. این آقای ما دلیل نمیخواد برای تحویل گرفتن. تحویل که بگیره بعد خودش هم یه دلیل جور میکنه، میذاره کف قلبم. حالا به این دلیل بیام. این آقا ما رو دوست داشته باشه، بهانه‌شو خودش جور